سلام بچه‌ها، با هم بریم یه سوال ریاضی حل کنیم. خب در نگاه اول از سوال مشخص که این سوال مربوط به قسمت الگو هستش. خب حالا ما میخوایم جواب رو پیدا کنیم. ببینیم سوال از ما چی میخواد. یکی میخواد رابطه اینها رو پیدا کنیم که این الگو چه رابطه‌ای با هم دارن و اینکه شماره شکل 7 چه تعدادی دایره خواهد داشت. برای اینکه راحت‌تر به پاسخ برسیم بهتر یه جدول این شکلی طبق مبحث اول فصل ریاضی ششم ما اینجا ترسیم کنیم. خب بالا می‌نویسیم شماره شکل، قسمت بعدی می‌نویسیم تعداد و اینجا هم می‌نویسیم رابطه بین شماره شکل و تعداد. خب ما اول ببینیم که شماره شکل یک ما چند تا دایره داره. یه دونه، دو چند تا داره، 4 تا، 3 چند تا داره، 9 تا و این قسمت سوال 4 شماره شکل 4 چند تا داره، 16 تا. خب حالا از ما چی رو میخواد؟ 7 رو میخواد پیدا کنیم. خب حالا چجوری به جواب برسیم؟ ما میخوایم یه رابطه‌ای بین شماره شکل و تعداد پیدا کنیم. ببینیم بچه‌ها دقت کنید. شماره شکل یک ما یه دونه داره، 2 4 تا 3 9 تا 4 16 تا، یعنی شماره شکل‌های ما ضرب در خودش شده که شده این پاسخ‌ها به دست اومده. یعنی شکل شماره یک ضرب در یک شده یک، شماره شکل 2 ما ضرب در 2 شده، 3 ضرب در 3 شده، 4 ضرب در 4 شده و همین راحتی. حالا شماره شکل 7 7 تا 49 تا به جواب رسیدیم. حالا بریم الگوشو بنویسیم. ببینیم بچهای خوبم، الگوی مربعی این میشه الگوی مربعی. چرا الگوی مربعیه؟ چون که فرمول الگوی مربعی رابطه‌ای که تو این الگو هستش شماره شکل ضرب در خودش میشود پاسخ. خب حالا ما فرمولش رو می‌نویسیم شماره شکل ضرب در خودش. این شد الگوی مربعی ما. اگر تو امتحان سوالی مربوط به الگوها اومد شما اول چک کنید ببینید آیا این الگوی مربعی هست یا خیر. اگر الگوی مربعی باشه تعداد به همین ترتیب خواهد بود. اگر به این شکل بود شما از این الگو استفاده میکنید، از این رابطه استفاده میکنید، چون این همیشه ثابت شماره شکل ضرب در خودش میشه. اما اگر دیدید که شماره شکل با تعداد به این حالت نبود پس باید الگوهای دیگر رو بررسی کنید. مرسی. سوال ما سوال چیه؟ از در نگاه اول شما متوجه میشید این سوال مربوط به مبحث الگوها هستش. به ما گفته شماره شکل 5 چه تعدادی دایره داره. هر شماره شکلی که از شما خواسته باشن در صورتی که رابطه اینها رو بلد باشید به راحتی میتونید از طریق فرمول رابطه به پاسخ برسید. خب ما میتونیم برای اینکه کارمون راحت تر بشه طبق مبحث فصل اول ریاضی ششم میتونیم یه جدولی بکشیم. این بالا مینویسیم شماره شکل، قسمت پای مینویسیم تعداد، اینجا هم رابطه بین شماره شکل و تعداد. خب شماره شکل یک ما چند تا داره؟ یه دونه، دو چند تا داره، 3 تا، 3 چند تا داره بشمارید، 6 تا، 4 چه تعدادی داره بشماریم، 4 7 8 9 10 تا. خب حالا از ما شکل شماره شکل 5 رو میخواد. خب ما میایم بررسی میکنیم میبینیم که ما شماره شکل رو نوشتیم، تعدادم نوشتیم. این الگو یک الگوی مربعی نیست. چرا بچه‌ها؟ به خاطر اینکه تو الگوی مربعی شماره شکل ها ضرب در خودش میشد، تعداد به دست میومد. اما اینجا نه، به این حالت نیست. یعنی در ادامه یک درسته هست ولی 2 3 4 به این حالت نیست. بنابراین ما میریم ببینیم چه رابطه‌ای هست. شماره شکل ما چه بلایی سرش آوردیم که اینجا 3 شده؟ میگیم شماره شکل ضرب در چی شده بچه‌ها؟ شماره شکل 2 ضرب در یکی بیشتر از خود. درسته؟ تقسیم بر چند؟ تقسیم بر 2 شده. پس این الگو یک الگوی مثلثی هست. الگوی مثلثی فرمولش چیه بچه‌ها؟ شماره شکل
ضرب در یکی بیشتر از خود تقسیم بر 2. اگه اینو شما بلد باشید به راحتی میتونید هر شماره شکلی رو از شما خواسته باشن پاسخ بدید. و یه نکته مهمترش چیه؟ اینکه همیشه ثابت هستش مثل الگوی مربعی. خب بریم ببینیم که آیا این رابطه‌ای که نوشتیم به این قسمت که تعداد هست اثبات میکنه این تعداد درسته یا نه. خب بریم شماره شکل 1 ضرب در یکی بیشتر از خود تقسیم بر 2 چقدر میشه بچه ها؟ پاسخ میشه 1. شماره شکل 2 رو بریم امتحان کنیم. شماره شکل 2 ضرب در یکی بیشتر از خود تقسیم بر 2 میتونید ساده هم بکنید. پاسخ میشه 3. آیا درسته؟ بله. خب حالا بریم بچه ها شماره شکل 5 رو با هم پیدا کنیم. میگیم شماره شکل ما که 5 هست ضرب در یکی بیشتر از خود تقسیم بر 2. 6 5 تا 30 تا میشه نصف 30 چقدر میشه؟ میشه 15. پس شماره شکل ما 15 تا دایره داره. دقت کنید بچه ها هر شماره شکلی از شما خواسته باشن اگر طبق این الگو پیش رفته باشید پاسخ درست میشه. بعد یه نکته مهمتر که حالا اشاره کردم باز دوباره تاکید میکنم الگوی مثلثی و الگوی مربعی مثل جزء استثناءات الگو هستش. همیشه یک رابطه در واقع ثابت هستش براشون. از طریق یک رابطه میتونید به پاسخ برسید و اینکه تعدادها همیشه ثابته. اینجا ما الگوی عددی داریم و 2 تا سوال از ما پرسیده. در الگوی مقابل رابطه رو بنویسید، یعنی تو این الگو چه رابطه‌ای هستش. سوال بعدیش شماره شکل 8 رو ببینیم که چه عددی میشه. خب بچه‌ها بیایم بررسی کنیم ببینیم آیا این الگو مربعیه. الگوی مربعی فرمولش چی بود؟ شماره شکل ضرب در خودش. آیا شماره شکل رو ضرب در خودش کنیم این اعداد میشود؟ خیر، پس این الگو مربعی نیست. ببینیم آیا مثلثیه. شماره شکل ضرب در یکی بیشتر از خود تقسیم بر 2. پس این الگوی مثلثی هم نیست. میایم فاصله هاشون رو بررسی میکنیم. فاصله بین اینها 5 تا 5 تا اضافه شده. پس ما برای الگوهایی که با فاصله ثابت افزایش پیدا کردن رابطه‌شون میایم مینویسیم. رابطه‌شون چیه بچه‌ها؟ رابطه اونها شماره شکل ضرب در فاصله، حتما داخل پرانتز بنویسید. حالا در ادامه یا باید به علاوه کنیم، اضافه کنیم یا ازش کم کنیم. بیاین یکیشو انجام بدیم ببینیم که باید اضافه کنیم یا کم کنیم. شماره شکل 1 ضرب در فاصله 5 1 5 تا 5 تا. خب چند تا باید اضافه کنیم تا این عدد به دست بیاد؟ 2 عدد. پس میگیم به علاوه 2 که میشود 7. بیایم بعدی رو باز به همین طریق انجام بدیم. میگیم شماره شکل 2 ضرب در فاصله 2 5 تا 10 تا. چقدر باید اضافه کنیم تا عدد 12 به دست بیاد؟ میگیم که 2. پس پاسخش میشود 12. خب پس ما به این فرمولمون برای این رابطه چه چیزی باید اضافه کنیم؟ میگیم که شماره شکل ضرب در فاصله پس به علاوه 2. این شد بچه ها فرمول در واقع الگوی ما، فرمول رابطه ما. پس ما این رو اعمال میکنیم برای اعداد بعدی. خب حالا اینجا به ما چی میگه؟ میگه شماره شکل 8 چه عددی میشود؟ خب بچه ها وقتی که شما این رابطه رو دارید به راحتی میتونید این قسمت هم جواب بدید. میگید شماره 8 ضرب در فاصله که 5 هستش 8 5 تا 40 تا به علاوه 2 میشود 42. پس پاسخ این قسمت هم میشه 42. خیلی دقت کنید در نوشتن رابطه الگویتون و حواستون هم باشه حتما داخل پرانتز بنویسید. سوال دیگر از کتاب ریاضی مبحث الگوها. خب سوال ما چی هست؟ میگه عدد 1 8 27 و 64 یک الگوی عددی. حالا به ما میگه که رابطه الگوییشو بنویسیم و اینکه شماره 6 چه الگویی میشه؟ چه عددی رو باید بنویسیم؟
خب میایم اول بررسی میکنیم ببینیم که این الگوی عددی مربوط به کدوم الگو میشه. آیا این مربعیه؟ شماره 6 ضرب در خودش میشه؟ نه. آیا الگوی مثلثیه؟ خیر. آیا با فاصله ثابت؟ خیر. خب پس ما میایم یه رابطه دیگری رو اینجا برای این الگو مینویسیم. به این الگو میگم بچه‌ها الگوی مکعبی. الگوی مکعبی چیه؟ الگوی مکعبی میگه شماره شکل ضرب در خودش دوباره ضرب در خودش. خب یعنی چی؟ یعنی ما شماره یکمون الگوی شماره یکمون خب میگه یک بار ضرب در خودش میشه شماره عددی ضرب در خودش چه عددی میشود؟ میشه عدد یک. حالا دو چطور؟ دو ضرب در دو چه عددی میشه بچه ها؟ میشه عدد 8. سه چطور؟ شماره شکل سه ضرب در سه میشود 27. شماره 4 ضرب در 4 میشود چقدر؟ 64. خب وقتی شما رابطه الگویی رو پیدا میکنید برای این الگوی عددیتون، بنابراین بعدش در ادامه هر سوالی پرسیده باشن در ارتباط با همین الگو شما جواب میدید. خب قسمت ب سوال ما چیه؟ میگه شماره عدد 6. خب چه عددی میشه؟ خب بچه شماره شکل ما 6. 6 ضرب در 6 چقدر میشود؟ 6 تا 36 ضرب در 6 میشه 216. پس شماره عددی 6 میشود 216. حواستون باشه الگو اسمش الگوی مکعبیه. پس ما الگوی مثلثی رو خوندیم، مربعی رو خوندیم، با فاصله ثابت رو خوندیم و الگوی مکعبی شماره 6 ضرب در خودش. سوال ما چی هست؟ میگه یک الگوی عددی 1 2 3 5 8. سوالش چیه؟ میگه رابطه الگویشو بنویسیم و اینکه الگو رو ادامه بدیم. بررسی بکنیم ببینیم که این الگو چه الگوییه از بین الگوهایی که خوندیم. آیا این الگوی مربعیه؟ شماره 6 ضرب در خودشه؟ خیر. آیا الگوی مثلثیه؟ شماره 6 ضرب در یکی بیشتر از خود تقسیم بر 2؟ خیر. آیا این الگوی با فاصله ثابته؟ شماره 6 ضرب در فاصله. حالا در ادامه کم یا زیاد بودنش رو اضافه می‌کردیم. می‌بینیم که خیر. آیا این الگوی مکعبیه؟ شماره 6 ضرب در خودش؟ خیر. این الگو بچه‌ها بهش میگن الگوی فیبوناچی. این الگو چه الگوییه؟ میگه که خیلی الگوی راحتیه. میگه جمع دو عدد قبلی مساوی عدد بعدی. به همین راحتی. بیایم بررسیش کنیم. خب اینجا بچه‌ها میگه که 1 2 3 5 8. ببینید بچه‌ها الان تو این الگو بیایم این فرمول رو بررسی کنیم. میگه جمع دو عدد قبلی میشه عدد بعدی. خب اینجا 1 با 0 جمع بشه میشه 1. 1 با 1 جمع بشه میشود 2. 2 با 3 جمع بشه میشه 5. 8 با 5 جمع بشه چه عددی به دست میاد؟ میشود 13. درسته؟ حالا 13 به علاوه 8 چه عددی میشه بچه ها؟ میشه 21. حالا شما به همین ترتیب ادامه بدید با این فرمول هر شماره ای رو ازتون خواسته باشن میتونید به دست بیارید. پس نگاه کنید الگوی فیبوناچی چی میگه؟ میگه جمع دو عدد قبلی مساوی است با عدد بعدی. ما این 13 رو چجوری به دست آوردیم؟ گفتیم جمع دو عدد قبلیش دیگه، درسته؟ 5 به علاوه 8 میشه 13. حالا 13 به علاوه 8 میشه 21. حالا در ادامه بازم بخوایم ادامه بدیم میگیم که 21 به علاوه 13. 21 به علاوه 13 چقدر میشه بچه ها؟ میشه 34. پس اینم از الگوی فیبوناچی. مرسی.